یکی از مسائلی است که در بین جامعه ما و برخی از جوامع هم مطرحه و خلاصه وجود داره و میخوایم با یه قدری شکافتن موضوع بحث رو انشالله عمومی تر بکنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. بیننده محترم دیگری پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم حضور شما. الو، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستی؟ الحمدلله. خودتون معرفی میفرمایید. من جوادپور هستم. بفرمایید خانم جوادپور. ببخشید اگه یکی هی قسم بخوره بگه به امام من این کار نکردم، به امام من این حرفو نزدم، ولی دروغ باشه یا اون کار نکرده باشه، اون وقت اینم گناه داره یا نه؟ منظور کنم من به امام دیگه، نه؟ یعنی اینکه امام راحلمون نه دیگه، ها؟ یعنی دائما منصوب؟ نه دیگه، همینجوری بگه به امام، اون وقت بگه که چرا میگه به امام، بگه من که نگفتم کدوم امام، پس گناه نکردم. یعنی حتی در قسم خوردنش هم خلاصه اشکالی هست. باشه، خیلی متشکرم. من با حاج آقا مطرح می‌کنم. متشکرم. حالا اینکه حاج خانوم از پاسخ به این سوال می تفرحونهن، لکن معلوم یک امام هست که هر کسی میخواهد قسم دروغ بخورد به آن قسم میخورد. آن هم امام قمام راحل هست. روایت هست که خودم در آن روایت بودم. در مجلسی صدای موسیقایی شنیدم به فعل 6 و ثامنه، یعنی 6 و 8. تا انا به خودم بجنبم یا بیام بگیرم نفس اماره رو، نفس اماره غالب گشت. الف مقصوره و واو ممدوحه بود که از مدل مدلولات میرفت میمنه و میسره، که میمنه میسره، میمنه میسره. قسم به اون نقل و نبات که خوردی، قسم به اون زیارتی که بله. یکی گفت حاج آقا میرقصی یا متقرسونی؟ گفتم به امام راحل نه. احوط آن بود که من گفتم. در این گونه موارد قسم خوردن به نام امام راحل حکم فقهی ندارد، چون به نفع نظام است. امیدوارم ایشان جواب ما را گرفته باشند. آرزوی موفقیت. از اجرای زیباتون هم تشکر می‌کنم. سلامت باشید. لطف دارید. او اهلا و سهلا. شکرا. الو، سلام علیکم. من جاسمی هستم. یه سوال داشتم. من جدیداً عادت کردم هر جا میشینم پشت سر مقام عظما صحبت میکنم. ایشون نظرشون چیه؟ حالا نظر ایشون برام مهم نیست. بیشتر میخواستم حکمشو بدونم. و السلام و السین و الصاد و سه دندونه و سه نقطه و ت و كلهم ممدوحه و کل الف مقصوره، مضاف و مضاف علیه و حالی هم به دائما تنوینه. نعم. کلا مقام عظما دو وجه دارن، واحد پشتشون، ثانیاً پیششون. و فی الموضوع پشتشون که ایشون صحبت کردند ما مشکل. لماذا؟ لأن انت هذا. الان پیش مقام عظما العکس و المعاکس خودشون رو جرات و الواجرون میکنند. بعد حالا ایشون که رفتن پشت مقام عظما یه صحبتی کردن که انشالله حلال خودشون و عائلتکمشون باشد انشالله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خسته نباشید. آیا خود حاج آقا ایشون تا حالا قسم خورده یا قسم میخوره؟ بنده از وقتی تکلیف شدم خیلی چیزها خورده ام و نوشیده ام. این چیزی که ایشان میگویند را احتمالاً خورده ام، ولی اون چیزی که به کل نظام ولایی ما و کل آیات نظام مترتبه اینو که میخوریم. قسم میخوریم، حق میخوریم، حق الناس میخوریم. تو همین تلویزیون که الان داریم ما با شما صحبت میکنیم کله مردم رو میخوریم. خلاصه هر چی باشه میخوریم. سین صاد زد. اطباء میگن که همه مشکلات از خوردنه و خلاصه اگر که فلان چیز و فلان چیز رو نخورید یا کم بخورید یا به موقع بخورید درست بخورید مشکلی نخواهید داشت، اما این پرخوری ها خلاصه دچار مشکل میکنه. نعم کلامک صح یعنی السین و الصاد و بزنیم بلبلا رو برم. بله، هذا المشکلات که نحن دوچارونهم، یعنی بهشون دوچار میشیم، فی مشکل ترکیدن. انی عن سبیل المثال کمثل البطیخ، یعنی هندوانه. سردار پاسدار فیروز آبادی که اگر به ترکت دنیا رو باید یک بار با آب کر آب کشید. ح و ت و س و مضاف و مضاف الیه و حالی هم تنوین. بیننده محترمی با برنامه تماس گرفتن، خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. خدمت شما و خدمت حضرت سلام عرض میکنم. محبت. میخواستم بپرسم که قسم خوردن به روح مرده ها
از نظر شرعی چه حکمی داره؟ آیا این مرتهامون تو اون دنیا اذیت میکشن یا نه؟ اولا فی البدایه بنده میخواستم اقول که اذیت کشیدنی نیست، اذیت پوشیدنیه. بعد هم بستگی به روح میت داره. فی المثال بنده عادت داشتم که به روح و روان آیت الله مشکینی قسم میخوردم چه خوردنی 6 انگشتی. شبی در خوابم آمد و رأیته، یعنی دیدمش، یک سری نشستن دارن سوزن میکنن تو تن آقای مشکینی، سوزن نگو جوال دوز. گفتم چی شده علی؟ گفت لام الصبح هر بار که تو به اسم بنده قسم میخوری یک سوزن به ما فرو میکنن. حالا لابد میپرسید مقام عظما یعنی همون امام راحلمون چی میکشه؟ البته ایشون هم رأیتهو کردم، یعنی دیدم زیر چرخ خیاطی بود و سوزن و سوزن و سوزن هم فی کل بدناتهم. خیلی متشکرم آقا. ما حدود کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، اگر که شما نکته پایانی دارید بفرمایید. 30 ثانیه چیه مرد حسابی؟ مگه میخوایم حکم تعزیر صادر کنیم که 30 ثانیه وقت میدی؟ میخوام نکته بگم، حرف بزنم. 30 ثانیه فقط برای صدور یک حکمه. مثلا بنده میخوام حکم تعزیر خود شما رو صادر بفرمایم، وکیل که نداری، وثیقه هم که نداری، کار تمومه، آقا بیاین ببرینش. 30 ثانیه دیدی تموم شد، تازه دیدی اضافه هم آوردیم. ولی نمیشه اینجوری صحبت کرد و هیچ چیز شما وقتی ندادید بنده یه تایم اضافه ای، کارت زردی، کارت قرمزی، فی کل الاحوان و السین و الصاد و القلم و